سلام هنردوستای عزیز. امروز ساخت دو روش خمیر تکسچر رو میخوام بهتون آموزش بدم. روش اول نیاز داریم به یک پیمانه چسب چوب، یک پیمانه پودر مل که هر دوتاش میتونید از لوازم ساختمانی یا تهیه کنید. چسب چوب و پودر مل رو با هم مخلوط میکنیم و خوب به هم میزنیم. اگه زیاد غلیظ شد از چسب چوب و اگه زیاد رقیق شد از پودر مل استفاده میکنیم. این خمیر نه زیاد باید رقیق باشه نه زیاد باید غلیظ باشه. خمیر رو خوب به هم میزنیم تا یک خمیر یک دست و بدون گلوله به ما بده. روش دوم نیاز داریم به پودر بچه یک پیمانه، چسب چوب یک پیمانه، رنگ اکریلیک 2 تا 3 قاشق غذاخوری. خب بچه اول پودر بچه و چسب چوب رو من داخل یه ظرف میریزم، خوب به هم میزنم که یک خمیر یک دست و لطیفی رو بهمون بده. بچه ها اگه دیدید که این خمیر رقیق شد میتونید از پودر بچه استفاده کنید. اگه دیدید غلیظ شد میتونید از چسب چوب یا رنگ اکریلیک استفاده کنید. خوب خمیر رو به هم میزنم که یک دست بشه. بعد رنگ اکریلیکم رو داخلش میریزم و دوباره خوب به هم میزنم که قشنگ یک خمیر لطیف و یک دستی رو به من بده. خب بچه این خمیر با خمیر بیرونی هیچ تفاوتی نداره، خمیر فوق‌العاده‌ای هست و برای کسایی که میخوان تازه کارشون رو شروع کنن بسیار عالیه. بعد که خمیر رو درست کردیم میتونیم اون رو در یک ظرف سربسته نگهداری کنیم که هوا واردش نشه و هر زمان که خواستیم از اون استفاده کنیم. ببینید بچه ها، خمیر باید نه غلیظ باشه نه رقیق، همینجور که الان دارید میبینید. خب بچه اگر از این آموزش خوشتون اومد، دوست داشتید، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا از آموزش های بعدی جا نمونید. امیدوارم دوست داشته باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.